به نام خدا با کنفرانس خبری بعد بازی در خدمتتون هستیم. فکر میکنم بعد از حدود 6-7 ماه بود که ما اینجا داخل رشت بردی نداشتیم. اینو به همه تماشاگرها از طرف مجموعه باشگاه تبریک میگم. امیدوارم که این بردها تداوم داشته باشه. آقای نظر محمدی به خاطر محرومیتی که داشتن امروز تو کنفرانس نیستن. با آقای رضا مهدوی مربی تیم داماش در خدمتتون هستیم. بعد از اینکه آقای مهدوی صحبتشون رو کردن با معرفی رسانه خودتون در خدمتتون خواهیم بود با سوالاتی که می‌پرسید. بفرمایید. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان و اصحاب رسانه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. اگه سوالی چیزی هستم در خدمتتون. علیرضا خسته نباشید. مرسی. امروز داماش نشون داد که بازنشیان میتونه ببره که نیم فصل اول با غیر بومیان نبردیم. بله. واقعا امروز من بعد سالها کپ کردم که بازیکن‌های تو زمین دیده اصلا نشناختم. بعد فهمیدم همه بچه‌های رشتن. یعنی ما این همه بازیکن تو رشت داریم میرفتیم از نمیدونم از کجا می آوردیم. هیچ برد تعصب هم نداشتم. میخواد بپرسم این کار شما تا که ادامه داره با این جوانان میخوان ادامه بدی آینده فوتبال رشت با این جوانان میتونه دوباره داماش توی سطح اول فوتبال ایران ببینن؟ بذارید از اول از همه یه تبریک ویژه به هوادارامون بگم به خاطر این برد شیرین و این برد رو تقدیم میکنم به هوادارامون که همه جوره و در همه شرایط پشت این تیم بودن و پس نکشیدن. تو بدترین شرایط به این تیم کمک کردن، روحیه دادن، تشویق کردن. دستشون درد نکنه. ان که این برد ادامه دار باشه و بتونیم از شرمندگی هوادارامون در بیاییم. در مرحله بعدی باید از آقای یوسف نژاد عزیز تشکر ویژه بکنیم. تو این 10 روز طلایی واقعا به تیم ما کمک کردن. شما خودتون بهتر از همه ما میدونید چه اتفاقاتی تو این 2 هفته اخیر افتاد. قبل از این شرایط داماش چجوری بود و چه روزهایی ما اومدیم اینجا با آقای المصالح و آقای مدیر کل جلسه گذاشتیم و دیگه نمیخوام وارد حاشیه بشم. اتفاقات خودتون میدونید جوری شده بود که دیگه همه ناامید شده بودیم. خدا رو شکر که آقای یوسف نژاد اومدن و بعد این مدت به هر حال تیمو گرفتن و از نظر مالی کمک‌های لازم رو انجام دادن. پنجره نقل و انتقالات رو وا کردن. بازیکنایی که مد نظر ما بودن جذب شد. ولی خودتون بهتر از این میدونید که ما به هر حال داریم روند تیمی ما جوریه که خودتون میدونید 16-17 تا بازیکن از ما جدا شدن. بازیکن‌های غیر بومیمون بازیکنایی بودن که به هر حال به هر شرایطی رفتن نوتیس دادن جدا شدن و ما مجبوریم که بازیکن بگیریم و خودتون میدونید کمبود منابع انسانی داریم. ما چند تا بازیکن‌های امیدمون رو به کادرمون به نفراتمون اضافه کردیم و خود باشگاه هم از ما خواسته که با توجه به شرایطی که وجود داره ما بیشتر سعی کنیم از جوونا استفاده کنیم. خدا رو شکر خودمونم تمام فکرمون اینه که به جوونا بیشتر واقع داده بشه، چون آینده فوتبال این شهر جوونان و اعتقاد ما اینه که باید بیشتر به جوونا واقع بدیم. به بازیکن‌های امیدمون جذب بازیکن‌های جوون داشته باشیم که شرایط تیمی ما بهتر بشه و به هر حال یک نسل جدید دیگه تو فوتبال این شهر بیان ظهور داشته باشن. اما خسته نباشی. یه سوال داشتم خدمت شما. نبود مهاجم تو داماش خیلی حس میشه. مرداد ایدری رو هم جذب کردید ولی دلیل خاصی داره که استفاده نمی‌کنید از مرداد ایدری؟ بذارید اول جواب محمد آقا رو بدم. گفتن که این بازیکن‌ها نبودن. خواستم اینو بگم که این بازیکن‌ها تو تیم امید ما بودن و به علت اینکه نفرات ما که از دست رفتن که جدا شدن از ما جایگزین کردیم جاشون. این بازیکن‌های جوون تو همین تیم‌های امیدمون بازی می‌کردن. با تشکر کنیم از آقای هومن احتشامی که به هر حال یه تیم خوب درست کرده. تیم امید ما تیم بسیار خوبیه و نفرات خوبی هم داره. میدونید چی همیشه تو فوتبال این شهر از زمانی که ما خودمون بازی می‌کردیم به بومی‌ها زیاد بها داده نمیشه و چیزیه که ما همیشه دیدیم. متاسفانه اعتقاد ما، چون ما خودمون هم شرایط سختی داشتیم برای اینکه تو این فوتبال پیشرفت کنیم، اعتقاد ما اینه که به جوونا باید بیشتر بها داده بشه، به جوونای این استان. نه حالا جوونایی که حتما مال این استان باشن،
حالا در کنار این جوونایی که بچهای این شهر هم میتونیم به هر حال چند تا بازیکن جوون دیگه هم از استان‌های دیگه جذب کنیم و شرایط جوریه که این کار رو انجام دادیم و دنبال اینیم که اگه بازم شد بتونیم این بازیکن‌های جوون رو بیشتر بها بدیم، چون ما بازیکن دیگه داریم مثل اسماعیل فطرتی، مثل ماهان فامیلیش الان باقرپور، بازیکنایی که هستن که انگیزه خیلی خوبی دارن و خیلی هم دوست دارن که بازی کنن و 100% اتفاق براشون میفته. در مورد مهاجم خط حملتون با سفر سیماپور فقط ادامه میدید یا مهاجمی که جذب کردید استفاده میکنید؟ خب خودتون میدونید با توجه به شرایطی که وجود داره ما میتونیم 3 تا بازیکن دیگه بگیریم، جذب بازیکن داشتیم و با آقای مرداد حیدری قرارداد بستیم. یه مشکلاتی براش پیش اومده، مشکلات پزشکی، فکر کنم با توجه به اون که در آخرش یعنی جوری بود که می‌خواستیم جز 18 تا بیاریمش ولی نشد. حالا کارت بازیش صادر نشد، احتمالاً در بازی آینده از آقای مرداد حیدری استفاده کنیم. آقای یوسف زاده اومده مدتی دیگه بچه‌ها شارژ مالی نشده بودن، شنیدم که اومده این مدت کوتاه لحظه روانی شارژ مالی بچه‌ها شدن داره میشه. بله. میشه با این یوسف زاده با این شرایط اومده به نظر من بسیار خوبی کرده. چی تأثیری تو تیم گذاشت؟ خب یه دونه از دلایلی که بازیکنای نیم فصل اول جدا شدن به خاطر اون بود که به هر حال درصدی از قراردادشون نگرفته بودن و جدا شد. خدا رو شکر با توجه به اومدن آقای یوسف نژاد من فکر کنم 20% از پول بازیکن‌ها رو پرداخت کردن در 2 مرحله و قولایی هم به بازیکن‌ها داده شده که در مرحله‌های بعدی هم پولشون رو پرداخت کنن. خدا رو شکر این اتفاق افتاده و بازیکن‌ها خودتون میدونید تو این شرایط اقتصادی بازیکن اگه حق حقوقش رو دریافت نکنه از نظر فکری و ذهنی به هر حال به هم میپاشه و نمیتونه اون چیزی که کادر فنی ازش میخواد ارائه بده. خودتون دیدین تو نیم فصل اول چه اتفاقاتی برای این تیم افتاد و از نظر مسائل مالی تیم چه شرایطی داشت و بازیکن‌ها چجوری برای این تیم بازی کردن. خدا رو شکر با توجه به اومدن آقای یوسف نژاد و پرداخت مسائل مالی تیم از نظر روی روانی خیلی شارژ شد و تمام فکر بچه‌ها هم روی مسائل فنی اون چیزی که آقای نظر محمدی ازشون میخواد. یه چیزی باید اینجا بگم، من خودم به عنوان پیشکسوت این تیم، کسی که سالها تو این تیم بازی کرده، بعد از مدت‌ها یه فوتبال خوب و با برنامه دیدم. اینی که همه مردم شاهد این قضیه بودن، هم میدونستیم چیکار باید بکنیم، تیم حریف رو خوب آنالیز کرده بودیم، فیلم تیم حریف رو دیده بودیم، نقاط ضعف و قدرتشون رو میدونستیم چجوری باید به گل برسیم. خودتون دیدین چه موقعیت‌هایی ایجاد کردیم، به تیم حریف هیچ موقعیتی ندادیم. خدا رو شکر تونستیم گل برتری هم بزنیم و 3 امتیاز بازی رو بگیریم. خیلی منش عرض سلام و ادب دارم. مرسی. تبریک میگم به شما و تماشاگران راست علی آقا خیاله. بله. ما اینقدر خوب تهاجمی بازی کردیم، هجومی بازی کردیم. که حتی تونستیم پنالتی هم بگیریم. بله. احساس می‌کنم یه ضعفی هم در پنالتی زدن داریم. ما اگه اون پنالتی رو گل می‌کردیم شاید شرایطی مقدار بهتر می‌شد. در دقایقی از بازی، مخصوصا در نیمه دوم انتهایی، یه ترسی در بچه‌ها وجود داره. ما یک گل کاشی امنیت نیست. ما در اون 2 تا باید بزنیم، 3 تا بزنیم تا مثلا بیایم. ما یه دونه زدی بعد میکشیم. این حس رو به بچه‌ها باید منتقل کنیم. این ریسک رو باید بهشون منتقل کنیم. آقا برید جلو و همش هجومی بازی کنیم. این که من یه گل بزنم یا اصلا نزنم، همش عقب بازی کنم. امروز خیلی خوب بود. امروز پرفکت بود. اصلا اون چیزی که الان شما فرمودید کاملا درست بود. ما از داماش و از گیلان، یعنی فوتبال گیلان رو این شکلی میشناسن. هجومی میشناسن. ان شاءالله که برنامه‌ریزی بکنید. حالا سوالای من یه مقدار تکراری بود با بچه‌های یکی بود، ولی خب ان شاءالله که برنامه‌ریزی داشته باشیم که بر آینده 100% هجومی بازی نگاه کنید. شما خودتون میدونید ما بعد وقتی که تو تیم افتاد شرایط تیم خوب نبود، تیم تامینات زیادی نداشت و بعد از اومدن آقای یوسف نژاد ما استارت تمرینات زده شد. در واقع تو نیم فصل اول تیم هی تمرین کرد، در روز تعطیل میکردن، 2 جلسه تمرین میکردن، دوباره بعد اون میومدن چند جلسه
تمرین میکردن، دوباره تعطیل میشد 2 هفته. الان تیم تو این 2 ماه اخیر تمرینات خاصی نداشت و همین باعث شده تیم ما از نظر بدنی مشکل داشته باشه و خودمونم به این اعتقاد داریم که تیم ما هنوز به اون شرایط بدنی آماده نرسیده و کار داره. مطمئنا تو 2-3 هفته آینده تیم ما از نظر بدنی خیلی بهتر میشه و خودتون میدونید وقتی شما بازیکن ندارید، تیمتون از نظر بدنی خسته است، جایگزین هم بازیکن‌های جوونی هستن که هیچ تجربه بازی تو لیگ 1 ندارن، از تیم امید اومدن تو لیگ کشور، تو لیگ حرفه‌ای دارن بازی میکنن و استرس ایجاد میشه براشون و نمیتونن اونجوری که باید شاید بازی کنن. خب ما هم تمام فکرمون این بود که خودمونم میدونیم که این ضعف در ما وجود داره، ولی جوانای ما انتظار ما رو بردن بالا، چون واقعا نشون دادن هم تو بازی نیرو زمینی هم تو این بازی نشون دادن که خیلی خوب بازی میکنن و میشه بهشون اعتماد بیشتری کرد. امیدوارم، بله خودمونم اعتقاد داریم، امیدوارم که این نقاط ضعفمون هم برطرف کنیم و همه اینا به تمرین بستگی داره. تیم ما از نظر بدنی هنوز شرایط آماده نداره، آرمانی نداره، به خاطر همین تو هفته‌های آینده مطمئنا از این بهتر میشه. متشکرم. آقای مهدوی تبریک میگم بردتون رو. ممنونم. یه نکته هست، 17 تا بازیکن که جدا شدن فکر کنم 9 تا میشه تو این فصل اضافه بشه به این تیم، درسته؟ این 9 تا با اعتصاب بازیکن امیده یا بدون اعتصاب بازیکن؟ نه، بازیکن آزاد. خب بعد اون خدای نکرده چون در ادامه فصل بازی‌ها فشرده است و ممکنه معصومیت به وجود بیاد، آیا برای بدنسازی بچه‌ها بیش از این فکری خواهد شد؟ 100% شما نگاه کنید ما تو چون الان امروز هم یه مسئولیت باعث شد که حالا نمیدونم 100% یکی دو تا از بازیکن‌های ما نگاه کنید، ما الان خودم هم همین رو گفتم، بازیکن‌های ما با توجه به شرایطی که وجود داره از نظر بدنی آماده نیستن و جذب بازیکن هم نداشتیم. شما فکر کنید بازیکنایی که بازی کردن تعویض میشن، جاشون بازیکن امید وارد زمین میشه و خودمون هم اعتقاد داریم که هم باید این 3 تا بازیکن، الان فکر کنم 6 تا بازیکن گرفتیم دیگه، 3 تا دیگه میتونیم بگیریم، 3 تا دیگه میتونیم جذب کنیم. با اون 3 تا شرایط تیمی ما بهتر میشه و مطمئنا تمرینات هفته‌های آتیمون جوری اتفاق میفته که روند بدنی و بازی. فقط یه نکته رو بگم، علیرضا قادایی امروز مصدوم شد، رای بیمارستان شد، کاش آسیب خیلی جدی دید. این مسئولیت‌ها هست که بله این مسئولیت‌ها ما رو اذیت میکنه. ما با کمبود بازیکن ابراهیمی هم توی لیستتون هست که بخواد به تیم اضافه بشه. من چیزی نمی‌ذارم. بله یه صحبت‌های انجام شده و تو هفته‌های آینده ببینیم. چند روز آینده ان شاءالله که اتفاق بیفته. سوال من اینه که آقای ما بارها دیدیم مدیر اومدن هزینه کردن، دیدن تنهای هیچ که به اینا کمک نمی‌کنه، مثلا آقای کریمی یا کسای دیگه اومدن دیدن فراری دادن. آقای سویدنژاد اومده داره خوب وجود تقسیم میکنه، از مسئولان، شهردار، فرماندار، استاندار، کسایی که رده بالا هستن، این تیم این همه تماشاشی دارن، عشق ورزشگاه رو پر میکنن. از مسئولان میخوایم آقای سویدنژاد تنها نذارن، به این تیم تزریق بکنن، این تیم دوباره بگرده تو سطح اول ایران. صحبت شما با ما الان مربی چی صحبتی با مسئولان استان داریم که این آقا هم فراری نده؟ متاسفانه شهر ما جوریه که شما خودتون میدونید، هر کی میاد تو بخش خصوصی روز به روز با این تورمی که وجود داره شرایط سخت میشه براش. حالا با توجه به اینکه آقای یوسف نژاد تازه تشریف آوردن، ما باید یه کاری کنیم که آدمایی که میان تو بخش خصوصی تیم داری میکنن فراری نشن از این فوتبال، یعنی مسئولین استان بهشون کمک کنن، اون چیزی که هست استاندار، فرماندار، مسئول مدیر کل تربیت بدنی آقای آرمان، آقای الماسخاله به این تیم همیشه لطف داشتن، کمک کردن آقای الماسخاله، آقای مدیر کل، ولی بیا پشت این تیم باشن. حالا باید دید که خود آقای یوسف نژاد چه طرز فکری داره، دیدگاهش چه جوریه، بشینن باهاش صحبت کنن که این آقا هم دلسرد نشه از اینکه میاد تو این فوتبال هزینه کنه. شما خودتون میدونید تو فوتبال امروز ما هر کی میاد هزینه میکنه، شما هیچی از کنار این فوتبال نمیبرید، فقط هزینه است. شما باید یه دل بزرگ داشته باشی و علاقه‌مند به ورزش باشی، به فوتبال باشی، بیای توش هزینه کنی. این تیم با این همه سرمایه تماشاگر، با این پتانسیل بازیکن و بازیکن‌های خوبی که داریم و جوانایی که آینده دارن، باید الان تو سطح اول این کشور باشه و واقعا حیف داماش الان
یعنی تو نیم فصل اول شرایطش جوری رقمی که خورد که تقریبا خیلی بد بود و احتمال سقوط تیم داشت اگه آقای یوسف نژاد نمی اومد و به تیم از نظر مالی کمک نمیکرد، نمی اومد این تیمو نمی گرفت، معلوم نبود چه اتفاقاتی برای این تیم میخواست بیفته. انتظار ما از مسئولین، از استاندار، از فرماندار، از مدیر کل، از آقای الماسقالی رئیس هیئت فوتبال اینه که کمک کنن به آقای یوسف نژاد که ایشون دلسرد نشه که مثل بقیه افرادی که تو این شهر اومدن تو بخش خصوصی تیم داری کردن دلسرد بشن و فراری بشن. سوالی هست؟ چکه آقای رهبر شما؟ آقای هاشمی؟ ممنون. ممنون، دست شما در